دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم آموزش نوبت تعویض پلاگ رو بهتون آموزش بدیم. برای این کار ابتدا وارد سایت سخا میشیم به این آدرس sakha.epolice.ir. اینجا برای اولین بار که وارد میشیم دکمه ثبت نام رو میزنیم، شماره ملی رو میزنیم و این کد رو میزنیم. بعد از اینکه کد ملی و کد رو زدیم، شماره موبایل میخواد میزنیم و مرحله آخر یک دونه SMS میاد و اون کد رو وارد میکنیم و یه رمز ما اینجا بهش میدیم. رمز هم حتما باید این ویژگی رو داشته باشه. برای مثال یه حروف بزرگ داشته باشه، یه حروف کوچیک داشته باشه و چند تا عدد داشته باشه و یه علامتی، حالا شما مربع یا ادساین بهش میزنیم برای مثال، که همچین قابلیت داشته باشه. بعد از اینکه ما کد ملی و اون رمزمون رو زدیم، وارد این قسمت میشه. از قسمت احراز اطلاعات فردی اول مشخصات فردی رو میزنیم. و وقتی که مشخصات فردی رو زدیم، تو این قسمت باید محل صدور و محل تولدمون رو وارد کنیم. مرحله اول این هست. برای مرحله دوم قسمت همین تب مشخصات فردی گزینه احراز نشانی جهت خرید وسیله نقلیه رو میزنیم. در این قسمت چیزی که باز میشه قسمت مشاهده آدرس. ما اینجا باید گیرش رو بزنیم و کد پستی منزل خودمون رو وارد بکنیم. بعد از اینکه کد پستی منزلمون رو وارد کردیم، دکمه احراز نشانی از طریق پست رو میزنیم و ما رو وارد یه سایت دیگه میکنه که باید کد پستیمون رو ثبت کنیم. بعد از اینکه کد پستیمون رو ثبت کردیم، یه مبلغ واریزی برای اداره پست انجام میدیم و بعد از اینکه واریز کردیم یه کد احرازی برای ما ارسال میشه و این رو باید ببرید به اداره پست محل زندگیمون تا بتونه اون کد پستی رو تایید کنه. بعد از اینکه این کار رو انجام داد، تو این قسمت این گزینه در حال بررسی با زدن دکمه استعلام وضعیت آدرس اینجا تغییر میکنه و تایید میشه. وقتی ثبت شد و تایید شد، میتونیم بریم برای مرحله بعد، یعنی گرفتن نوبت. البته بعد از اینکه واریز کردیم و اداره پست رفتیم و تایید کردن، تقریبا یه 4-5 ساعتی طول میکشه که این روی سیستم بشه. حالا اون قسمتی که ما اینجا اومدیم احراز نشانی از طریق پست رو زدیم. خب میخوام اینجا رو به شما بگم که چجوری باید این مبلغ رو واریز کنیم. شماره تماس خودمون رو میزنیم. تو این قسمت یک SMSی برای ما ارسال میشه که ما این کد رو وارد بکنیم. یک کد 4 رقمی هست، ما این رو میزنیم. اینجا چند تا گزینه از ما میخواد. یک، مشخصات، جنسیت، نام خانوادگی، شماره ملی، وضعیت نشانی. وضعیت نشانی مثلا چند تا گزینه داره. این که شما مستاجر هستید، چند سال تو این سال هستید. اصولا همین بیش از 2 سال در این مکان هستم بزنید بهتره. و اینجا انتخاب سازمان هم پلیس رانندگی میزنید. اینجا قسمت کد پستی رو وارد میکنید. حالا هر کد پستی که وارد کردید، کد پستی خونتون، بعضی کد پستی وارد کردید، اینجا آدرس رو نشون میده. برای مثال اینجا کد پستی زدید، با آدرس رو نشون داد و تو این مرحله ما این تیک رو میزنیم و ثبت درخواست رو انجام میدیم. بعد از اینکه ثبت درخواست رو انجام دادیم، یه مبلغ واریز باید انجام بدیم. بعد از اینکه واریز انجام دادیم، همونطور که گفتم، یک کدی برای شما میاد. با این SMS براتون میاد با این متن که متقاضی محترم با شماره ملی فلان و کد پستی فلان، این کد احراز شما، این کد 6 رقمی کد احراز شما هست، یا این کد 5 رقمی کد احراز شما هست. همونطور که گفتم، بعد از اینکه واریز کردیم و رفتیم اداره پست تایید کرد، تو این قسمت ما این استعلام وضعیت آدرس رو میزنیم. بعد از 3-4 ساعت این باید اینجا تایید بشه حتما. وقتی اونجا تایید شد و براتون SMS اومد که متقاضی محترم کد پستی شما به درستی احراز گردید و تایید شد، اینو بزنید تایید میشه. بعد از اینکه تایید شد، ما میریم به قسمت خدمات پلیس راهبر و نمایندگی شماره گذاری رو میزنیم. تو این قسمت همونطور که میگیم برای موتور تو سامانه قدیمی هست، یعنی نوبت.epolice، و برای ماشین توی سامانه سخا که الان ما هستیم هست. اوکی، موتور نیست، برای ما مثلا ماشین. دریافت نوبت جدید رو میزنیم و چند تا گزینه داره. این سامانه املاک اسکان میگه حتما با ثبت بشه. کسی که ثبت نیستن ما این رو میزنیم و تب جدید باز میکنیم که این انجام بدیم. و چون کد پستی ما هم احراز نشده هنوز، این خطا رو میده. سامانه اسکان هم کاری نداره. وارد سامانه املاک.mrud میشیم و اینجا ورود رو میزنیم، شماره تماسمون رو میزنیم و یه SMS برام میاد.
بعد از این کار انجام دادیم توی سامانه اسکان میتونیم قسمت اقامتگاه ها کد وصی خونمون رو ثبت کنیم و بعد از اینکه ثبت کردیم اینجا تو این قسمت تایید میشه، دیگه این خطا نمیاد. و بعد از اینکه اسکان رو ثبت کردیم و تایید هم شد میتونید دریافت نوبت جدید رو میزنید و اطلاعاتی که از شما میخواد رو وارد میکنید. یکی از اطلاعاتی که میخواد عکس وکالتنامه است، یعنی عکس وکالتنامه بالای وکالتنامه‌ای که شما برای ماشین گرفتین یه دونه شماره داره، شماره رمز تسهیل و شناسه داره، اینطور رو وارد میکنید و شماره پلاک به راحتی بالا میاد و نوبتتون رو دریافت میکنید.